مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم تویی آقای گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو از کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده میبینید سالم و سرحال باشید، جیبتون پرپول باشه و حال دلتون کوک باشه و از همه مهمتر کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده هم سابسکرایب کرده باشید یا اصطلاحاً دنبال کرده باشید که اگر نکردید دکمه هست این پایین ماینا نوشته سابسکرایب، لایک هم بزنید، زنگولش رو هم بزنید که حالا کار داریم با یه سری از این سلبریتی ها و تا چند وقت دیگه هم قفلی های ریزی میزنیم روی نماینده مجلس. با توجه به اینکه انتخابات مجلس هم هست میخوایم این طویله مجلس رو قشنگ بشوریم بذاریم کنار. اما امروز در برنامه پشت پرده میخوایم در خصوص این چهره های گلزار صحبت بکنیم که جدیداً در پشت درهای بسته جلساتی رو با مدیران صدا و سیما داشته برای اینکه یه سری کارها رو یواشکی اون پشت مشتا انجام بدن و خیلی خیلی سوسکی و ریز میشه سیسک، کلمه جدیده، خیلی سوسکی و ریز حواس مردم رو پرت بکنن و اصطلاحاً یه کلاه ریزی سر مخاطبا بذارن. ماجرا هم از این قرار هستش که گلزار الان چند هفته‌ای هستش که مذاکرات خودش رو با صدا و سیما آغاز کرده بوده. البته صدا و سیما این نقشه رو از پیش داشت، بعد از اینکه دید داره کم کم نزدیک میشه به سالگرد کشته شدن مهسا امینی در شهریور ماه و در اصطلاحاً نیمه دوم شهریور ماه، درست در زمانی که سالگرد کشته شدن مهسا امینی خواهد رسید، قطعاً مملکت شلوغ خواهد شد و از همین الان هم دارن این فراخواناش رو میدن. اونا هم این قضیه رو پیش بینی کردن، خیلی چیز پیچیده ای نیست. به خاطر همین صدا و سیما داره دنبال یه سازوکار راهکاری میگرده که حالا بتونه هم با تولید حاشیه هم با جذب مخاطب‌ها به سمت تلویزیون مخاطب‌ها رو جذب بکنه، بعد لابلای اون جذب مخاطب‌ها یه سری مستعدا هم پخش بکنه که نگاه و تفکر و ذهن مردم ببره یه سمت دیگه. البته الان دیگه 3 سال پیش و 4 سال پیش و 5 سال پیش و 10 سال پیش نیست که سلبریتی ها بخوان قدرت نمایی بکنن. بعد از افشاگری ما در خصوص سلبریتی ها ما شاهد این بودیم که به حال یه مقداری مردم شناختن این افراد رو و کاراکتر این افراد رو شناختن و راجع به این افراد که افشاگری کردیم خدا رو شکر مثبت بوده. هم از اون طرف سلبریتی ها خودشون رو جمع کردن، سعی کردن که خطا نکنن. البته خیلی فشار روی ما بود، چقدر من فحش خوردم، چقدر توهین شنیدم، تا من برای مردم جا انداختم که آقا این آبروی مؤمنی که شما دارید میگید، این سلبریتی ها اون مؤمنی که شما فکر میکنید نیستن، پس این آبروی مؤمن رو برای اینا به کار نبرید، چون مؤمن آدم نمیکنه ترتیب نمیده. پاره شدم، یعنی 3-4 سال پاره شدم تا یه عده رو براشون جا انداختم که آقا مؤمن نمیره پرده یه دختر 18 ساله رو بزنه، مؤمن نمیره 10 نفر رو ترتیب بده. مؤمنی که شما دارید میگید تهیه کننده سینما و تلویزیونه دختر مردم رو توی اتاق گیریم یا توی دفتر کارش خفت نمیکنه. اگر از دید شما اینا مؤمنن، پس پورنهاب هم یه منبع گسترش مؤمنینه. نه اینجوری نیست. همیشه وقتی که ما یه افشاگری داریم انجام میدیم در خصوص سری افراد، قطعا شما بدونید کثافتکاری اون طرف 200 بوده که ما میایم 20 تاشو میگیم، یعنی خیلی اون ریزمیزاشو میگیم. الان هم همینطوری هستش، یعنی یه ماجرای ازدواج سوریه و چی میشه، گلزار میاد و یهو ازدواج میکنه و خبرش میاد بیرون و وایرال میشه و صدا و سیما واکنشش میده. حتی بتونم قبلا گفته بودم، ببینید روزنامه همشهری میاد تیتر گنده خودشو، گنده به اسم سندروم گلزاریسم تیتر میکنه، یعنی مشکلات فقر و بدبختی و بیکاری و مشکلات مختلف زیست محیطی و 1000 تا بدبختی که مردم دارن میره کنار. یهو ازدواج گلزار با اون عکس گندش
میشه تیتر اول یکی از پرتیتراژترین رسانه‌های داخل ایران. خب همه اینها یک پلن از پیش تعیین شده هستش که تو اتاق فکرشون تو جای مختلف میچینن که آقا این موضوع رو وایرال بکنن. که من 3-4 هفته پیش اومدم نسبت به این قضیه افشاگری کردم، گفتم که آره گلزار اولا ماجرای ازدواجش با این آیسانی بود که آیسانه باردار بود و اینا خواسته گردنش بگیره، حالا هم به صورت سوسکی احتمالاً بچه رو بندازن و حالا معلوم نیست چه کارایی بخوام بکنن و شما مطمئن باشید که این قضیه پشتش یه پشت پرده دیگه هستش و منتظر این باشید که امثال گلزارها و رضا رشیدپورها سر و کله‌شون توی تلویزیون صدا و سیما پیدا بشه. 1 ماه پیش گفتم، به ناگاه و 3-4 روز پیش همین خبر رسید. حالا هم یه خبر محرمانه رسیده که شب گذشته جلسه مدیران صدا و سیما با گلزار گذاشته بودن برای اینکه تا قبل از سالگرد مهسا امینی حتما برنامه گلزار بره رو آنتن، برنامه به اسم پانتومیم، و دارن از 4 تا دیگه از سلبریتی های دیگه هم استفاده میکنن و گفتن که بسیار از پیج اینستاگرامشو میدید، مثلا پیج حاشیه که مال سپاهه، پیج حاشیه که تو اینستاگرام مال سپاهه و بر بچهای اونا توی روی این پیج هستن و خبرهای اونا رو وایرال میکنن و به اونها و به چند تا از پیج‌های دیگه اینستاگرامی هم گفتن که باید این خبرها رو وایرال بکنید و این حاشیه ها رو وایرال بکنید که مردم ذهنشون بره به یه سمت دیگه. یعنی شما مطمئن باشید که ما تا قبل از 15 شهریور ماه یا حد فاصله بین 15 تا 20 شهریور ماه شاید یک اتفاق عجیب و غریب در سوشیال مدیا خواهیم بود. این ویدیو ذخیره خواهد شد و شما میبینید حتما تا 2-3 هفته دیگه. یعنی یه اتفاق عجیب و غریب، شاید هم همین 2-3 روز آینده، یا اتفاقی رو از 10 شهریور ماه شروع میکنن و تا اواخر شهریور ماه این قضیه رو لفتش میدن و میبرنش جلو که قشنگ بتونن فضای سوشیال مدیا رو با اون حاشیه و با همون اتفاق کنترل بکنن و جو خبرها و مسیر خبرها بره اون سمت. و الان هم کی بهتر از گلزار و کی بهتر از این سلبریتی هایی که سمت خودشون هستن و سلبریتی هایی که دارن ازشون نهایت استفاده رو میبرن. سال دیگه هم حالا ببینید نزدیک انتخابات ریاست جمهوری که بشه حسابی از اینا استفاده خواهند کرد برای انتخاب‌های ریاست جمهوریشون. الانی که دلار داره روی 50,000 تومان خوشرقصی میکنه، از اون طرف قیمت نفت در بازارهای جهانی در طول این 5 سال گذشته به بالاترین حد خودش رسید، یعنی درآمدها بیشتر شده. یه پول 6 میلیارد دلاری هم دارن از امریکا میگیرن توی بانک‌های حاشیه خلیج فارس، دارن اونجا پس میگیرن و کلی پول داره اون مملکت رو مثلا کلی پول دارن به دست میارن. میگن خب حالا یه حاشیه انجام میدیم که تو اون پشت مشتا تو اون حاشیه فلان پولا رو بجنیم به جیب، بدیم اون آقازاده ها فاضل آبزاده هامون بخورن و بکشن بالا و بزنن به جیب. مردم هم بذارید هر چقدر که میتونن فقیرتر و بدبخت‌تر و بیچاره‌تر بشن، به خاطر اینکه میگن اگه مردم ما سیر بکنیم شکمشون سیر بشه میشن سال 57 انقلاب میکنن. هر چقدر که گشنه‌تر باشن مطیع‌ترن، هر چقدر که گشنه‌تر باشن محتاج‌ترن، ملتمس‌ترن، زیر دست‌ترن، پایین‌ترن. همیشه از این تکنیک دارن استفاده میکنن و میبرن جلو و الان هم دارن توی داخل رسانه‌های خودشون این کارو میکنن. در صورت حتما این ویدیو رو به اشتراک بذارید که مردم آگاه باشن که در طول این، حالا ما اوایل شهریور ماه هستیم و حتما اگه جلوتر اتفاق عجیب و غریبی افتاد، یه زارت یا هواپیما زدن، یه هلیکوپتری زدن، یه مسافر بری اتفاقی براش افتاد، تعجب نکنید. یه باشگاه استادیومی، یه اتفاقی برای یه فوتبالیستی چیزی افتاد، مطمئن باشید که از الان اینا نقشه‌شو کشیدن، تو مدیا و تلویزیونشون هم نقشه‌هاشو کشیدن. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید حتما ویدیو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. خیلی مخلصیم.